عدالت رحمانوف یکی از سیاستمداران برجسته و در عین زمان ضد و نقیض تاجیکستان سالهای 90 22 فوریه سال 2022 به سن 75 رسید. عدالت رحمانوف 22 فوریه سال 1947 در دهه اترک نویه دنغره در اویله یک کلخوشچی عادی به دنیا آمده. سال 1969 رشته خیمیا و بیولوژی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. ماه مارس سال 1969 وقتی در سالهای آخر دانشگاه تحصیل میکرد به شریف جمایف زاده دهه درغ نویه عینی که یک سال بالاتر از عدالت در رشته گیولوژی تحصیل میکرد ازدواج کرد. از بس که شوهرش را برای کار به اکسپدیسیون گیولوژی به نویه واسه فرستادن، عدالت رحمانوف نیز به این نویه رفت و سابقه کاریش را همچون معلمه فن خیمیا و بیولوژی در مکتب رقم 1 نویه واسه سر کرد. اما رهبران کمیته کمسمال این نویه یک سخنرانی عدالت رحمانوف در مجلس پدر و مادران در موضوع تربیت معنوی کودکان را شنیده او را سال 1971 به حیث مدیر شعبه مکتب‌ها به کمیته نویوی کمسمال دعوت کردند. عدالت رحمانوف تا سال 1977 6 سال در کمسمال نویه واسه کار کرد و به تدریج کاتب دوم و در نهایت تا به مقام کاتب یکم کمیته نویوی کمسمال رسید. سال 1977 عدالت رحمانوف را برای تحصیل به مکتب عالی KPSS فرستادند و بعد بازگشت او در کمیته نویوی حزب کمونیستی به کار پرداخت. بعدا معاون رئیس کام اجرایی نویه واسه و سپس کاتب کمیته حزب نویه سویت هولو تیمور ملک شد. عدالت رحمانوف سال 1983 1990 کاتب یکم کمیته حزب نویه لنین و از سال 1991 کاتب یکم حزب نویه دنغره بود. سال 1990 عدالت رحمانوف وکیل شورای عالی پارلمان اون وقت تاجیکستان انتخاب شد و محض در پارلمان توسط سخنرانی‌های آتشینش در بین مردم مشهور شد. او آن وقتها طرفدار سرسخت عقیده‌های کمونیستی و مخالف سرسخت ائتلاف حزب اسلامی و دموکراتی بود که قدرت در طول 10 ساله مطلق حزب کمونیستی را به چالش کشیده بودند. این دوره حیات عدالت رحمانوف در تاریخ نقش ضد و نقیضی از خود به جا گذاشت. برخی از او تا حال برای موقع آتش ناپذیرش در آن سالها ستایش میکنند، ولی گروه دیگر برعکس بدش میبینند و بر اینند که ما سیاستمداران چون عدالت رحمانوف سببگار به بطلاق جنگ خونین شهروندی فرو رفتن تاجیکستان شدند. بعد پیروزی فرانت خلقی و به قدرت رسیدن حکومت امامعلی رحمان برخلاف انتظارات عدالت رحمانوف در حکومت نو یگان منصب بلند به دست نآورد. یک مدت رهبر شعبه کمبینات قولینبافی در دنغره بود که به شرف او عدالت نامش مانده بودند. بعدا یک مدت معاون وزیر صنعت بود و سوای صنعت سبک را رهبری میکرد. عدالت رحمانوف 4 دختر دارد که سالهای 70 در دوره کارش در کمسمال نویه واسه به دنیا آمدند. در یک مصاحبهش با نشریه نارودنایا گازیتا عدالت رحمانوف نقل کرده بود که با وجود منصب‌های بلند دستش به کار و بار خانه هم میرسید. تعریف نشود ولی به همه کار دستم میرسید، هم به کار دولت هم به تربیت دخترانم. به کار و بار خانه هم سر وقت میرسیدم. خوراک گرم برای شوهرم همیشه تیار بود و کرته‌هایش نیز همیشه سر وقت میشستم و اوتی میکردم. حتی یگان منصب بلند نتوانست پایه‌های محبت او به شوهرش را ضعیف بسازد. هرچند عدالت رحمانوف را به کار ماشین خدمتی میبرد و شوهرش که یک کارگر عادی بود پای پیاده به کار میرفت و می آمد. سالهای آخر زندگیش باشد شوهر عدالت رحمانوف بیمار بستری بود. عدالت رحمانوف آن روزها را چنین به یاد میآورد: بیش از 6 سال من شوهر بیمارم را نگاهبین کردم. همیشه سر و لباسش و تنش تازه و آزاده بود. ما با فرزندان و نبیرگان در سر بستر او نو به دوری تشکیل کرده بودیم و هر چیزی که دلش میخواست به جا میآوردیم.